به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و درود به یک شما بینندگان سامانه ما دهقان بچه. شما بخیر باشد. امیدوارم همه تنسیت هستید و با وقتی خوش نوروی ما را انتظار هستید. میدانم سلامت باشید دوستان عزیز. به نهایت موضوع مهم در این نوار گپ زده می شود. اساس انمو استارت. راستی برادرها در این باره گپ زدنی هم نبودیم. به چه خاطر گپ میزنیم که حاضر در امو شبکه‌ها هر جایی که داخل میشه سخن درباره استارت با میبینیم. بعضی بلاگرها ها کرده میخندن طرفیانان подписчикони خود که شما را کی مجبور کرد؟ شما چی بنا پرسیدین؟ شما این کار کردین؟ ما دیده بودیم که در اول رکلام کرده بودن، دعوت کردن که بکنین انا این خیلی او خیلی، حتی گارانتی داده بودن که تا وقتی که سامانه یوتیوب هست این کار میکنه. همین چیزا بود در همون یوتیوب هست. اوکی، در یوتیوب و در دیگر شبکه‌ها همون بلاگرایی که دعوت کردن همین گپا بود. ما پس زدنی نیستیم، حقیقت گفتنیم. ما بلاگرها یعنی که گفتاری ما، رفتاری ما، کرداری ما همه باید نمونه باشد، برای دیگران عبرت باشد. هر چیزی که ما میکنیم تاثیر خودش میرسونه برادرها. این سخنا برای همون بلاگرایی که امروز خودشون بگناه میگیرن نه. گناهکاری اساسی در اینجا همون بلاگرها که دعوت کردن مردم با ها کردن میخندن که ما گناهکار نیستیم. نه، گناهکاری اساسی شماییم. ما هم بلاگریم. زندگی ما هم شاهانه نیست. ما هم در میانه زندگی میکنیم، نه پست نه بلند. شکرانه خدا زندگی میانه. لیکن ما هم نفس داریم. ما را من همون مبلغایی که شما را وعده کردن شما را دادن، ما را هم وعده کردن، ما را هم میدادن، لیکن ما از بحری همون مبلغ گذشتیم. به چه خاطر؟ به خاطر مردم در همین راه فریب نخورن. ما کردگی این برادرها اون وقت شده پیش ای استارت ما دیگر بازیو شده بودیم. اول سنجش خودمون کردیم. ما مبلغ خو کرده بودیم، ضرر شدیدیم، قرار شیشتیم نکردیم. هر چیزی که میکنین برادرها اول خودتون بسنجین که ضرر فایده داره، بعد مردم در پیشنهاد کنید. همین سوزن در پای خودتون بخلین برادرها که لط خوردین، برای یک برادر او چیزا نکنین. ما برای نصیحت نیستیم، لیکن حقیقت هر وقت گفتن در کار. حقیقت تلخ. ما با این سخنان شاید گپای پست بلند بسیار بشنویم، لیکن حقیقت گفتن در کار برادرها این حقیقت است. گناهکاری اساسی اون بلاگرایی که دعوت کردن همونوان میگن که بنده بی خطا نمیشود. خطا میکنن. خطا کردن گناه نیست، لیکن تکرار کردنش گناه های. بعضیش میدونم که هر یک هفته پس تکرار که استای خطا کرده استای بو میبره بخشیش برادرها ای عیبی من نبود با هم میگه درست است 100% ایده جا گناهکاری اساسی شما هم هستین برادرایی که در همونجا بازی کردگین. میگه که کور یک بار در چو میزنه دویم بار اساقتی پیش پشت میزنه رو میروه. نه برادرها، کور هر وقت در چو میزنه. برای چی؟ که او کور را نمیبینه. کور هر وقت در چو میزنه. این مطلع پیش بود که کور یک بار در چو میزنه دفعه دیگه احتیاط میکنه. نه، او کورای هر وقت در چو زدن میگیره. برای همو ای پس کورو نرین. بعد یک چیز دیگه، یک پریمری عادی برای شما دوستان عزیز، پول کار کردن این کاری آسان نیست. اروپا را ببینید چقدر پیشرفتگی های. اگر او کاری آسان میشید با تاجیکستان صدها سال پس می اومد. یک مثال میارم برادرها، یک مثال عادی. همین استالی که من شتگیم در تای پویای همین استال یک 20 سومانه های. نه، یک 20 سومانه. برای همین 20 سومانه ای که بچهش میبینیم دستمون میرسه در پیشمون نزدیک، نه در اینترنت نه در روسیه نه در پیشمون. همینه برای ای همینجا گرفتن چی باید کرد؟ چی باید کرد که همین پولا بگیریم؟ نگاه کنیم برادر. این مثال عادی نه که کسی که معنیش میفهمه به نهایت معنیش چقدر برادر. ببینین برای همین پولا چی باید کرد؟ نمیشه اینا گرفتن نشده. سیازی بگیریم هم ممکن که نیم شب بگیریم کارنوشه هم میشه. برای همین را پرا گرفتن چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ میخیزیم ای جامون خونه برداریم، مهنت میکنیم، انا خیلی میشینیم، استالا بیره میکنیم، بعد پولا میگیریم. این یک چیزی عادی بود برادر. برای پولی که در تای پامون دستمون میرسه چشمون دیده است گرفتش نمیشه و تو اجامون نخیزیم.
яъне ки нашинем бародаро, мехезӣ меҳнат мекунӣ, баъд пули ҳалола ба дастат меёрӣ. айби хитонам ҳастае ки зудбоварем.